لوسی خودش رو داخل آغوش این مرد مینداخته و شروع کرده گریه و زاری کردن و این مرد هم شروع کرده اون رو دلداری دادن و انگار لوسی از این کار خیلی لذت می‌برده. سلام، به کانال مونجی خوش اومدید. من مهسا هستم و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. میخوام امروز براتون یه داستان جنایی تعریف بکنم. داستان از اینجا شروع میشه که چند سال پیش تو سال 2018 پلیسا میریزن در خونه یه آدمی به نام لوسی لتبی و اونو به اتهام قتل 6 تا نوزاد میگیرن. قیافه لوسی لتبی میبینیم که اصلا تعجب کرده، انگار نمیدونه دنیا دست کیه. وات د هل، اینجا کجاست؟ چرا منو دارید میگیرید؟ اوکی، خب حالا ببینیم اصلا چرا باید پلیسا بیان و به یک آدم اتهام قتل به نوزاد رو بزنن. بعد براتون تعریف کنم که تو سال 2016 یکی از مسئولای بیمارستان نگاه میکنه، میبینه که داخل امسال که گذشته 17 تا مریض کد خورد. تعجب میکنه و شروع میکنه کند و کاف کردن. یا آقا من باید علت این اتفاق رو داخل سالی که گذشته بفهمم. اون زمانی که داشته سرچ میکرده متوجه یک موضوعی میشه که آقا داخل تمام این 17 اتفاقی که افتاده حضور پرستاری به نام لوسی لتبی خیلی خیلی پررنگ بوده. حالا یا این پرستار دقیقاً مسئول اون نوزاد بوده یا اینکه مثلا یه نوزاد دیگه اونجا بستری بوده که این پرستار مسئول نگهداری به اون بوده. حالا شما فکر کن مثلا داخل این بخش از بیمارستان 30 تا پرستار و 7 تا پزشک و کادر درمان، اون خیلی بخش شلوغیه، اما این 17 تا اتفاقی که افتاده همش در کنار حضور این پرستار لوسی لتبی بوده. اینجا میشه که این پزشک مسئول به یه مسئله شک میکنه و میره و به رئیس بیمارستان میگه که آقا من داخل این بخشم میخوام که خانم لوسی لتبی رو جابجا کنین. البته خدای نکرده، نه که میخوام به ایشون اتهام بزنم و نه من اصلا همچون قصدی ندارم، ولی اگر میشه ایشون رو انتقال بدید به یک بخش دیگه. رئیس بیمارستان هم موافقت میکنه، میگه باشه آقا من لوسی رو انتقال میدم. لوسی که انتقال داده میشه میاد میگه که آقا چرا من دارید انتقال میدید و از اینا شکایت میکنه. داخل این شکایت هم حقو بهش میدن و دوباره برش میگردونن سر کار. حتی اون پزشکایی که باعث این کار شدن رو مجبور میکنن که بیان از لوسی عذرخواهی کنن. لوسی هم خیلی با غرور و خوشحال و شاد و سلامت میاد و دوباره به کارش ادامه میده. اما این دسته از پزشکا که چند نفری بودن اینو کوتاه نمیان و میگن که نه این باید حتما یه چیزی باشه و ما بیخیال این آدم نمیشیم. میرن و به پلیس این مسئله رو گزارش میدن. میگن آقا ما داخل بیمارستانمون تو سال گذشته 17 بار موقعیت اضطراری برای نجات جون نوزادای تازه به دنیا اومده خورده و این اصلا عدد ما تو کتمون نمیره، هر کاری کنیم تو کتمون نمیره و شما بیا تحقیق کن ببین آقا داخل این بیمارستان یکی داره خرابکاری میکنه و ما مشکوکیم، تو بیا بگرد و پیدا کن. حالا پلیسا میان با 30 تا پرستار مواجه هستن و 7 تا پزشک که جزء کادر درمان هستن. این تحقیق پزشکا 1 سال طول میکشه. توی این 1 سال این پزشکا هیچی پیدا نمیکنن. تنها چیزی که میفهمن از این 6 تا نوزادی که مردن 2 تاشون با مسمومیت انسولین بوده و یعنی در واقع این نوزادا به قتل رسیدن. پس برای کاراگاه‌ها قتل 2 تا نوزاد مسلم میشه. حالا شما فکر کنید یه شب ساعت 8 شب یه مادری که بچهش داخل این بخش بستری شده داره داخل راه میره، یهو صدای جیغ بچهش رو میشنوه. این مامانه میدوه میره بالا سر بچه و میبینه که پرستار لوسی لتبی بالای سر این بچه‌ست و از دهن بچهش داره همینجور خون میاد. این مامانه وحشت میکنه، اما لوسی سعی میکنه که اون مادر رو آروم کنه و بهش بگه که نه خانم هیچی نیست و به خاطر که داخل زبون بچه یک خراشی اتفاق افتاده داره خون میاد، خون ریزی میکنه. اما این مامان که صدای جیغ بچه‌ش رو شنیده بوده نمیتونسته آروم بگیره، فریاد میزنه و چند تا پزشک و پرستار میان داخل اتاق. اونا سعی میکنن حال بچه رو اوکی کنن، حال بچه خوب میشه و متعادل میشه. اما اون بچه همون شب ساعت 1 شب از دنیا میره با یک شرایطی مثل اون بقیه مردایی که اتفاق افتاده بدون دلیل. اینجا پلیسا که همچنان داشتن تحقیق میکردن دیگه معطل نمیکنن و میگن که آقا ما بریم این لوسی رو بگیریم، شاید یه چیزی دستگیر اون بشه. خلاصه پلیس خیلی زود میرن لوسی رو دستگیر میکنن و میارنش به مرکز پلیس. همزمان با این حکم تفتیش خونش رو هم میگیرن. خب شما فکر کنید لوسی داخل مرکز پلیس هم دارن خونش رو میگردن. داخل این کند و کافی که پلیس داخل خونه لوسی انجام میدن چند تا چیز دستگیرشون میشه. مثلا اینکه ویو خونه این دختر روبرو به یه قبرستونه. حالا شما فکر کنید دختر که داره تنها زندگی میکنه میره داخل پنجره خونهش نگاه میکنه یه قبرستون میبینه. این موضوع چیز نبوده که بتونن باهاش لوسی رو متهم بکنن، اما برای اون کارآگاهایی که داشتن روی پرونده تحقیق میکردن
این موضوع آنورمال بوده، یه دختر که داره تنها زندگی میکنه اما این مثلا خونه رو انتخاب کرده باشه. یه موضوع دیگه این بوده که یه گوشه از اتاق لوسی تبدیل شده بوده به یک کلکسیون از وسایل پزشکی برای نوزادایی که قبلا استفاده شده بوده. یه جورایی این فکر رو داخل ذهن کارگاه ها آورده که اون بعد از هر اقدام به قتلی که انجام میداده یه چیزی از اون نوزاد رو برای خودش برمی‌داشته و مثلا به عنوان یادگاری یا کلکسیون نگه می‌داشته. یه چیز دیگه که داخل خونه اون داخل انبار گاراژش پیدا میکنن 250 تا پرونده نوزادا بوده که اصلا یه چیز محرمانه مال بیمارستان بوده اما داخل خونه اون بوده که داخل این 250 تا کاغذی که پیدا میکنن اون 17 تا موردی که کد خورده بودن و موقعیت اضطراری اعلام شده بودن، یعنی اون 17 تا نوزاد هم داخل اینا بوده. یه چیز دیگه هم یه دستگاه کاغذ خورد کن میبینن که اصلا براشون سوال میشه که آقا چرا باید داخل خونه پرستار یه دستگاه کاغذ خورد کن باشه؟ یه موضوع نرمالی نیست که آقا داخل خونه یک نفری که اصلا خیلی کاغذ و سند و اینجور چیزا نداره یک دستگاه به این بزرگی کاغذ خورد کن وجود داشته باشه. اما هیچ کدام از اینا نمیتونسته دلیلی بر قاتل بودن لوسی باشه. لوسی رو به قید وثیقه بعد از اون دستگیری آزاد میکنن. لوسی برمیگرده خونه اما پلیسایی که اینو آزاد کرده بودن دست از سرش بر نمیدارن. همچنان در حینی که اون داره برای خودش آزاد میچرخه اینا شروع میکنن در مورد اون تحقیق کردن. خیلی خوب، پس ما بریم اول یه گذشته از زندگی لوسی رو براتون تعریف کنیم، بعد ببینیم چه چیزایی رو داخل زندگی لوسی پیدا میکنن. لوسی تک فرزند بوده. پدر مادرش کارمند بودن، باباش مشاور مالی بوده، مامانش کارمند حسابداری بوده. یک زندگی خیلی معمولی داشته، کودکی بسیار شادی داشته. لوسی دختر اجتماعی بوده، داخل جمع دوستاش یک شخصیت خیلی دوست داشتنی بوده، همه اونو دوست داشتن. خلاصه که یک دختر شاد و انرژی مثبت بوده. زمانی که لوسی نوزاد بوده جونش به وسیله یک پرستار نجات داده میشه. تو بچگی این داستان رو زیاد میشنوه و از همون بچگی آینده خودش رو به صورت یک پرستار تصور میکنه. لوسی یه آدم خرخون بچه مثبت بوده. خوب تو سال 2011 فارغ التحصیل میشه، یعنی شما هیچ نقطه سیاهی داخل زندگی این آدم پیدا نمیکنی. بعدش هم به چند جا درخواست کار میده و در نهایت سرانجام تو سال 2015 داخل اون بیمارستان شروع به کار میکنه. داخل بیمارستان به همه میگه که من مجرد هستم و با کارم ازدواج کردم، از اینکه این کارو دارم بسیار خوشحالم. انگار به نظر میرسه که لوسی الان داخل زندگیش به هر چیزی که میخواد رسیده. سر کارش با چند تا از پرستارا صمیمی میشه، با اونا بار میره، تفریح میکنه، کلاس رقص میره، داره عشق و حال میکنه واسه خودش. خب پس این شد گذشته زندگی لوسی. حالا پلیسا میخوان در مورد این آدم تحقیق کنن، هیچی هم پیدا نمیکنن داخل گذشتهش، اما یه سری الگوهای رفتاری تکراری رو داخل رفتار این آدم میبینن. مثلا بعد از هر باری که یه مریض کد خورده و لوسی برای نجات اون مریض اومده، بعدش رفته، بعد از در انتهای اون روز رفته و داخل گروه دوستاش نوشته که آره من امروز خیلی روز سختی داشتم، وای خیلی کار من سخته و مثلا یه سری ناله های تکراری. بعد دوستاش هم همه اومدن به اون دلداری دادن، بهش گفتن تو خیلی قوی هستی، تو خیلی دختر، ما از تو کسی قوی تر نمیشناسیم، تو از پس این کار برمیای. و لوسی یه جوری انگار مرکز توجه قرار گرفته. یه چیز دیگه هم بوده. لوسی وقتی که شروع به کار میکنه اونجا به یکی از پزشکایی که اتفاقا متأهل هم بوده کراش پیدا میکنه، بهش علاقه‌مند میشه، اما خب هیچ شانسی برای وجود یک ارتباط به اون آدم نداشته. اما بعد از هر باری که این مریضا کد میخوردن یا مثلا حالا بعضیشون هم که میمردن، لوسی خودش رو داخل آغوش این مرد مینداخته و شروع می‌کرده گریه و زاری کردن و این مرد هم شروع می‌کرده اون رو دلداری دادن و انگار لوسی از این کار خیلی لذت می‌برده. خیلی خوب. اون مادرایی که حالا برای بچه‌شون یه اتفاقی افتاده بوده یا بعضیشون هم که بچه‌شون از دست داده بودن، میبینن که آقا لوسی بعد از این اتفاق خیلی دور برشون میپلکه و اونا رو دلداری میده و حتی مثلا اونایی که بچه‌شون مرده بوده لوسی گریه میکنه و اونا رو بغل میکنه و خلاصه یعنی پلیسا وقتی که دارن تحقیق میکنن با مادر این بچه‌ها صحبت میکنن، همه اینا خیلی لوسی رو پررنگ تعریف میکنن. مثلا شما فکر کنید 17 تا اتفاق افتاده، پلیسا با همه اینا دارن صحبت میکنن، بعد عین این 17 نفر همه لوسی رو به یاد میارن. شما فکر کنید 30 تا پرستار اونجا داره کار میکنه، اما تنها کسی که همه از اون مثلا یاد میکنن همین لوسیه. بعد تازه لوسی به چند تایی از اون کارت پستال میفرستاده بوده. اطلاعات سوشال مدیا لوسی رو هم که چک میکنن میبینن که آقا اونایی که بچه‌شون رو از دست داده بودن لوسی اومده و اونا رو داخل فیسبوک فالو کرده و دنبالشون میکرده و اطلاعات اونا رو هی زیر و رو میکرده. ما که اینجا چی داریم؟ یه آدم خیلی خیلی معمولی داریم
که بعد از هر اتفاق اضطراری که داخل بیمارستان میافتاده این آدم داخل جمع دوستاش، اون آدمی که بهش علاقه‌مند بوده، جلب توجه می‌کرده و از اونها حمایت می‌گرفته. حالا پلیسا دارن یک الگوی رفتاری رو بررسی می‌کنن و به نظر میرسه که این آدم همون آدمیه که میتونه دست به قتل زده باشه، یک آدمی با یک اختلال روانی، یک الگوی رفتاری تکراری. پلیسا دوباره میان و لوسی رو دستگیر میکنن. یک بار دیگه شروع میکنن خونش رو گشتن و این بار داخل خونه لوسی 2 سند خیلی مهم رو پیدا میکنه. 2 نامه که انگار دلنوشته های لوسی بوده، اونا رو به خودش نوشته. یکیش این بوده آره تو این کار کردی، تو اونا رو کشتی، تو به اندازه کافی خوب نیستی، تو یه شیطانی، دنیا بدون تو جای بهتریه، تنفر و یه همچین چیزایی. یه نامه دیگه‌ش هم این بوده که پلیسا هیچی نمیتونن پیدا بکنن، تو هیچ کار اشتباهی انجام ندادی. یه چیز دیگه که پیدا میکنن یه دفترچه یادداشت بوده که توش توی بعضی از روزا نوشته شده بیبی A، بیبی B، بیبی C و وقتی که میرن اون تاریخ‌ها رو در میارن دقیقاً با اون روزایی که داخل بیمارستان کد خورده بوده و موقعیت اضطراری اتفاق افتاده بوده مچ بوده. این 2 سند دیگه کافی بوده برای اینکه پلیسا بیان لوسی رو دستگیر بکنن و اونو دادگاهی بکنن و اونو یه جوری متهم بدونن. خب پلیسا لوسی رو داخل سال 2020 میگیرن، دادگاه اون تو سال 2022 شروع میشه. در مادرای بچه‌ها هم میان همه شهادت میدن. آره ما دیدیم که این اومد و خیلی ما رو دلداری میداد و چند نفرش گفتن ما دیدیم که اون از بچه‌ای ما عکس میگیره، بچه‌ای ما رو حموم داده. همه یه جوری متفق القول گفتن که خیلی رفتار ایشون بعد از واقعه رفتار آنورمال و غیر طبیعی بوده و در نهایت بعد از 1 سال دادگاه هیئت منصفه اونو گناهکار اعلام میکنه. خب حالا آخر سر من یه نکته دیگه هم اضافه بکنم. توی همین مدت که داخل این بخش که لوسی مسئولش بوده، یعنی یکی از پرستارای این بخش بوده، این اتفاقا داشته میافتاده، داخل چند تا بخش دیگه هم یه مرگ‌های غیر معقولی اتفاق افتاده که احتمالاً برای اونا هم لوسی باید دوباره به دادگاه بیاد و برای اونا هم توضیح بده. خب این هم از پرونده خانم لوسی لطفی که چند وقت پیش تموم شد. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشتید. اگر دوست داشتید برام کامنت بذارید و بهم بگید که از داستان‌های جنایی خوشتون میاد یا نه. خیلی خوشحالم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. ممنون میشم که لایک کنید چون با لایک شما یوتیوب ویدیو من رو به بقیه هم نشون میده. اگر تا حالا به کانال من نیومده بودید ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید. با داستان سلام به کانال مونجی خوش اومدید. من مهسا. سلام به کانال مونجی خوش اومدید.